تخمیناً ساعت‌های 00:15 دقیقه کارد آشخانگی را از خانه با خود گرفته با مقصدی به قتل رسانیدن واحد و جمیله به نزد خانه او آمده صدایش را تغییر می‌دهد و مرحوم را از خانه بیرون برآوردنی می‌شود. هنگامی از جانب صاحب خانه‌زن گشوده شدن در درآمدگاه گمانبر شده با کارد به مرحوم حمله نموده با یک ضرب کارد به قسمت قفس سینه مرحوم یک مرتبه می‌زند و او را از پای می‌افتاند که در نتیجه از برداشتن زخم مرگاور آخرین به هلاکت می‌رسد. مایم گفتم آواز ما باره کردم که نشنو گفتم کیه در شب برو آمد با گفتم یا چی پرسم چی میپرسی گفت ترسید دستم ده کارچه دست بانده خیلی بابش نکدم همه گرفتم همه کردم شپیدم یادم ای وای